بچه من و موسی امروز قراره چالشی رو برگزار کنیم که اگه توش موفق نشیم قراره مجازات بشیم. اما مجازات عادی نیست، چون ما کلا عادت نداریم مثل آدم ویدیو بزنیم تو کانالمون. خودمون هم از این مجازات خبر نداریم، برامون نوشتن گذاشتن داخل اون بادکنک‌ها. پس همین الان ویدیو رو لایک کن، کانالمون رو سابسکرایب کن، زنگوله رو بذار رو آل که سریع تون ویدیو رو گذاشتیم رو ببینیم. اصلا نگفتیم چالش چیه. موسی چالش چیه؟ چالش چیه؟ نخندیم. نباید بخندیم. چالش امروزمون دقیقاً همون ترناتولفه، یه چالش معروف تو کل دنیاست. ما می‌خوایم متفاوت اجراش بکنیم. حالا 3 تا آیتم داره این چالش. آیتم اول اینه که من یه سری ویدیو به موسی نشون میدم، موسی یه سری به من نشون میده، اما نباید بخندیم و خودش هم نمیتونه بخنده. آره، یعنی دوتامون من دارم نشون میدم اینم نمیتونه بخنده. دقیقاً دوتامون نمیتونه. هر کی بخنده مجازات میشه. بله. چالش دوم چیه؟ چالش دوم یه ذره فرق میکنه. من دارم کلیپ نشون میدم به ام جی تو دهنش پر آبه، اگر یه قطره دهنش آب در بیاد بیرون مجازات میشه. من میتونم تحریکش کنم، بخندونمش، برم تو مخش، ولی نباید بخند. آیتم سوم به درد اونایی میخوره که هرس میخورن، فشاری میشن، فشار روشونه. هر وقت حس کردی خیلی فشار روته، شاشوخی رو میکشی بیرون. شاشوخی چیه؟ شاشوخی همون کلیپ خفنیه که برای هم آماده کردیم. آقا یه دونه کلیپ به هم نشون میدیم، اون شاشوخی مونه دیگه. اون کلیپ انقدر از نظر خودمون خنده داره که اگر به طرف نشون بدیم احساس ما میخنده. حالا اگه بخنده چی میشه؟ تمام مجازات‌های خودش برمیگرده رو سر این طرف. اما اگه نخنده طرف مقابل، تمام مجازات‌های این میره سر اون. یعنی مثلا اگه ام جی 4 تا مجازات شده باشه، من 2 تا، 4 تایی رو من پیاده میشه. اگه بخنده. آره دیگه، دهنمون سرویس. شاشوخی برای آماده کردن چی؟ آقا اینا بادکنکه. ما نمیدونیم تو اینا چیه، اصلا مجازاتش هم نمیدونیم چیه. بچهای پشت صحنه گفتیم آقا بنویسید، هر چی دوست داری بنویسید بذار اینجا. هر چی دوست داری بنویسید. خاک بریزیم سرمون، کله رو بکوبیم تو سنگ بخوریم، هر چی. مثلا یه روز لخ را بریم تو خیابون. آره. حالا ما نمیدونیم آقا کدوم بادکنک چه آیتمی توشه، فقط باید بعد از مجازات یکی رو انتخاب بکنیم، بتره کنیم، ببینیم چی. نه پاره میشیم. برای اینکه انتخاب بکنیم که کی اول به اون یکی نشون بده، نشون سنگ آقیچی آماده ای؟ بله. سنگ آقیچی حال کردی؟ باخت دیگه، حالم کرد. سنگ آقیچی یکی باختم. سنگ آقیچی کثافت. آماده ای؟ باش. ویدیوهایی که من انتخاب کردم خودم میمیرم وقتی میبینمش. بدبختی اینجاست. تو آیتم اول نباید بخندی ها، خودت هم نباید بخندی. بریم. کرولا، اورولا، رولا. Hola, amitae ho, umile peteti. تو نشونم بده. هر بار اینو خودم میبینم جفت خندیدیم ها. اون سرویسه. من خیلی مراقب کردم تو کلیپ پیدا کردم. اینو بخواستم بزنم برای آیتم شاشوخی. دیدم همینجا جاشه. حتما من میترکیدم تو شاشوخی. الان چی کنیم؟ نفری یه مجازات بریم دیگه. بیا نفری یه مجازات. من برای تو انتخاب کنم. نه بابا برای خودت نه برای تو انتخاب کنم. بیا بتر کنش. سوسه حالا نوبت مجازات منه. الان برات انتخاب میکنم، اجازه بدید. زرد همیشه رنگ شانس من بوده. چاش. مرسی عزیزم، متشکرم. بفرمایید. اون سس منو سس بهتره کن گوشیم بده. نوشابه فکر کنم بچه‌ها برامون در نظر گرفتن که ساندویچی بزنیم. بریم. از بچه‌ها پرسیدیم، مثل اینکه موسیقی قراره اونو من اینو من یه شات میخورم، اونو باید اینجوری کنیم بریزیم رود. چه حالی بده. کوفت ولی سس تو فردا حال میده. بریم مجازات اجرا کنیم. کل نوشابه رو قرار سر من. اول کاری رو که تو تحمل کن. پسر یه ذره تحمل کن، قوی باش. بفرما.
چش باز کنم با نوشابه اونم باز میکنی. ببین بوش میخوره تو بینی، میخوام عدسه کنم، خیلی تنده. خیلی تنده. بسم الله الرحمن الرحیم. بگو بکش من والا. نمیتونم عزیز نصفش میخوای برعکسش کنیم، عوض کنیم، اینو من بزنم. به خدا حاضرم. واقعا حاضرم. ولی نه من حاضر نیستم. کثافت. برو والا. بخور من بعدش برات ساندویچ میارم. برو دیگه. گوش میزنه تو دماغ. ولی واقعا من حاضرم برعکس کنم. بیا. نه خودت. یا علی مدد. مرد توف نمی کنی یا گوتش. بسه خوبه، ما به همینم راضیم. پاشو کثافت همه جاشو رید تو. تو 2 بار مجازات شد. برو اونا تمیز کن. کثافت همون بسه، من راضیم. موسی کثافت بیار نوشابه رو. خودت باز کن دیگه. نه من خیچه من هیچی. سبزی که خوردم اونم. بیا دیگه. اینجا باید باز کنم. اینجا بازش کن. آره همینجا. همونجا. اینی کلیپه تو این سعودی ها رو همه چی میزن تو سری اون شدی. آره. آقا اینجوری که مشخصه ام جی با دست پر اومده برامون. بله. بذار من یه دونه پیدا کنم. این ببین اینو چند روز پیش دیدیم. خب. قشنگ فهمیدی چیه داشت. با هم دیدیم. آره امیدوارم که دیگه نخندی. نمی‌خندم. آماده؟ زنون گذاشتی است. اونقدری که باید باشه نبود. بریم آیتم ام جی. Thank you, doctor. خوب بودا ولی باز جای کار داره. بریم جلو. برو بعدی. خدایا تموم شد. به من عزتی ده که به نه دوست نه. آخه من تجربهش نکردم. تو تجربهش کردی؟ من هر سری میام واقعا میگی؟ به خاطر این از همون میای بیرون چشات قرمزه. چشام میبندم اینه. چش باز میشوره خودشه. بیا ببین یه چیز آماده کردم برات. توپ برند ستار باکس. آرزو دارم که مرگت را وای چه زمان ستار باکس بدون هیچ صحبت اضافه بیا. ستار باکس چرا؟ میذارم به انتخاب خودت. می‌خواستی برای من انتخاب کنی. صورتی؟ بفرمایید. با اجازه قربان. خواهش این که می‌کنم. دیگه خیس نیست که تو گوشی بله منو راحت باشید. بستنی چیه؟ فهمیدم. بستنی چیه؟ بستنیو. وای من دندونام یخ میزنه. آها بخوری. تو فکر کردی می‌خوای بخوری؟ تو چیکار؟ بستنی میخورن دیگه. بستنیو باید بکنه تو دهنش کامل بدون اینکه تف کنه، بدون اینکه بریزه بیرون. قشنگ میدی چوبو تحویل میگیرم. من دندونام خیلی زود به سرما واکنش نشون میده، یخ میزنم. اینقدر گرمه که بستنی داره آب میشه. همش قشنگ برید تو دهنه. یه بار دیگه تا اونو نخوردی اینو سری برید موسی. آها چوب تحویل بگیرم. یخ نمیزنیم، مرگ نداره. ما رو عقرب نزنه هیچی نمیشه. بخور. اشکال نه دیگه چوبش نخور. بیرون نریزی یا عمو. دهنتو باز میکنی هوا میاد تو، خنک‌تر میشه. دهن سگو ببر. تا موسی کاراشو انجام میده من کلیپمو آماده کنم. من الان هنوز خندم میاد. نمیدونم کجا گذاشته بودن نوشابه رو. بستنی خوردم یخ بود، قشنگ ترک زده. الان ترک زده؟ ترک زده میره. داشته باش کلیپ بعدی.
کثافت این ویدیو رو خانواده نگاه میکنه. من عقده ایم کثافت. خیلی خوب بود، لعنت به تو. اون لحظه که من فکر کردم ویدیو تموم شد، تازه پارت 2 شروع شد. یه ویدیو نوستالژی براش آماده کردم. اون موقع که این ویدیو در اومد خیلی خندیدیم. الان امیدوارم باز بخندیم. میدونی کجاش خندیدم؟ اونجا که میگه پام به پله گیر کرد. کثافت چه ربطی داره؟ یه بار تو میکروفون اشتباه یه بارم خودش آروم بریم در تحفظ. آره این وسط خیلی خودنمایی میکنه. اینو برمی‌دارم. بادیش رفت. ببخشید. اجازه بدید کلیپ هم اجرا شد. ببخش. ببینیم چه خبره اون تو. خودت خواست. دیگه من آنباکسش کردم بعد دیگه. به هوا گرم است. هوا گرم است. یخ در لباس. یخ در لباس. بده تو برات یخ بیارم. سلامت شادیاتون ان شاء الله. بده تو. این چرا یه دونه است؟ این چرا اینجاست. اون سوراخشو نگه دار. یخ بیاریم. یخ. این یخ. آماده ای؟ میکروفون خیس نکنیم. نه میکروفون خیسه. خب دونه دونه نریز دیگه. یهو بریز. آدم یهوه. این عذاب الهی من یهوه. به خدا مسلمان نیستی. آدم باش. همون جوری که وایسادی وایسا. بس دیگه. بردار دست بردار. یه خود داره جاساز میکنه. نه بس آقا بس. بغلا مونده. شرف. بغلا مونده. سر شونه عالیه. در اومد. این شونه زیر بغلم در اومد. خواهد چی کار کن؟ حاضر نیستم واقعا اینو امتحان کنم. در نیار دیگه. خدا یا اب نداره. خدا یخ. اب نداره. کثافت. اشکال نداره. بیا. حروم زاده. من هنوز زنده داشته باش. بریم. آنچه بر ایشون گذشته رو میخوام سوال کنم. Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like fuck. Must have on a beat, bro. آجی حال کردی. خیلی خوب. من واقعا این صحنه رو تجربه کردم. بیشتر دردناکه. هر بار ما رفتیم مهمونی اصلا همین بود. توف دروشون. بعد سرشیرشون از ایناست که آبو آره. اینجوری میده مثلا یهو نمیده. بازم نمیشه. خونه ما طوریه که میزنیم یه آیتم ترکی یه آیتممون میذاریم برای کسی که شوخی بدی گره بره اونو برداره. اون آبی است جلو در. اون دیگه تقدیر برای ما انتخاب کرده. ما انتخاب نکردیم. آره. بریم سراغ آیتم بعدی. آیتم آب در دهان. ولی ببین من یه جوری هیستریکی بخندم دهن تو رو سرویس میکنم. الان آب تو دهن من مثلا این میتونه بخنده. واسه آیتم دوم دوباره میایم سنگ کاغذ قیچی میکنیم. آماده ای؟ با آماده. کدوم دست؟ با این. بریم. سنگ کاغذ قیچی. 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 3 وای. سنگ کاغذ هیچی. وای. سنگ کاغذ هیچی. اول آبو میریزه تو دهن قشنگ. ما به بچه‌هایی که هنوز به دنیا نیومدن پیتزای رایگان میدیم. خسته نباشی. سلامت. جناب یه 3 تا پیتزا به ما میدی؟ اینا چیه؟ دیشب زدم. همین این چی شد؟ میریم برای بعدی. بسیار عالی عالی. اجازه بده تا آگمت حفظ بشه. عجله نکن. عالی. خیلی خوب. یارو انگار بچه آروم آروم باید پاها رو بعداً به هم نزدیک کنید. اسم این حرکت در یوگا هست جنگجوی لاپاباز. کثافت آخریشه بخند دیگه.
آدم تو دستشوی اسم خدا رو میاره. احمق. بازم گفتم که بیچاره من همیشه اینو دیده بودم همیشه همینجوریه. بعد چون برای خودم هم هی تکرار میشه مردم از خنده. اصلا اونجا آدم یاد خودم میاد. برف شادی یا با بزنم تو صورتت. ای بابا دهنت سه منو ریشم نوچه. آماده؟ ببین بیچاره بهت رحم کردم، بیشتر از اینا میتونم بهت بزنم. یادشی؟ ببین یه جوری بخندم. این نگاه کن. خنده خدا. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hago este video solamente para mostrar. مامانی داره میریزه پیپی داره میریزه توش کمم صدی قلیچ فیلیش داره میپیچه فکر کنم این خوشم اومد. خیلی خوب خودشو نگه داشت. دومیه رو داشتم جر میکنم. مامانی داره کشاب گذاری کن. انگار از آخرین شب به خیری که به هم گفتی هنوز صبح نشد. فکر کنم آب بدنت تموم شده، کاش چیزی که آب بخوری. ما نگران سلامتیتیم. آفرین. نه منم باید کاری نداشتم، گفتم شاید داشته باش. 4 تا چیز رو هیچ وقت نخور. حق وقیه، گول وقیه، حسرت زندگی وقیه و حسرت زندگی خودت تو گذشته. دست در نکنه، خیلی لطف کردی، زحمت کشید. حالا من 4 تا چیزی بهت میگم حتما بخور. روزی 2 کیلو برنج، 4 تا نون، 2 کیلو گوشت، یه پودر چاقی. وایس آخری خدایا مرا کمک بده. پیج آقای حسن کمالی، من یکی از مشتریان پاورقرص آقای کمالی هستم که به صورت آنلاین 3 روز پیش از این کشمش بیدانه کد 220 خریداری کردم و خیلی راضی هستم و اینم نتیجهش. دوست عزیزم داداش ما هنوز داخل ایران اورانیوم به این درصد غنی نگردیم که دیدی؟ نباید اون بالا رو میخوند. تشریف بیاری. ای وای آقا در حق من داره اشراف میشه اینجا. چه رنگی دوست داری آقای موسیقا؟ همه رنگا رو تست کردم، آبی رو تست نکردم. تقدیم با عشق. بادکنک‌ها رو فوت میکردن میترکید، حالا الان اینجا برای ما نترک شده. آرد نون بپذیر. خب طبق پرسجویی که انجام شد قرار شده که اینو بپاچیم به صورتش. این برای وقتی خوب بود که نوشابه رو مثلا ریخ اینو میریختن قشنگ میتونستیم ملاتو بگیریم. الان نمیشه اش کاری کرد. حالا دیگه ببخشید دیگه موسی جان. تو بینیم فقط نره. بینی تو بده پایین. دلم میسوزه ببخشید. اینا تو این استفاده این دخترها اینجوری میکنن دوباره موها رو میزنن، از اوناست. نوبتی هم باشه دیگه، نوبت دور آخر این پارته. بفرمایید قربان بفرمایید. بیا من کلیپمو پیدا کنم. قهوه‌ای ترکید. اوکی. اصلا دیگه ناچاریم دیگه. دست بر قضا. آقا باید قهوه‌ای رو اجرا کنه. دست تقدیر دیگه گریبان ما رو گرفت. چرا میخوری آبو؟ دیگه تو مسیر بود. بفرمایید. یه جمله تاثیرگذار میشه بگی لطفاً رو به این دوربین؟ زندگی آتشگاهی دیرینه پابرجاست، گر بیافروزیش گر زندگی آتشگاهی دیرینه پابرجاست، گر بیافروزیش یه سر سینه شوچه بذار تاش بود. آفرین خوشم
قنبله طلا و قنبله بلا آخ بیا نگاه کن پر غمه آخه از اون مدلای خودته. دماغ تو بخورم دیگه کجا تو بخورم؟ چه پر رو شدن؟ چسبه؟ چسبو؟ نه تو مشکلت اینه دنبال اون کلیپای چسب وکس میگم چسب آی مردیم یه وقت خوش به حالت میشه آخه اون چسب وکس آخه به کجاست؟ دست همایی نمیخوای بزنی بابا یه دونه است دیگه یه دونه این پای این پا 2 تا به من دادن آقا من مامورم معذور ببخشید دیگه من شنیدم باید خشک باشه دیگه از این خشک‌تر اینجا که سس ریخته داره میسوزه برای میشوریش بفرمایید خب میریم خانمای عزیز برای اپیلاس آخ 2 طرفه است یا حضرت عباس یکی اینور خب این دیگه 2 تا شد دیگه برو گم شو 2 تا چسب به من دادن عزیزم میدونی وای یا علی آخ بلند نشو باید بمونه خوشه یا نه همینه من که نمیدونم من حالا تست میکنیم دیگه اون که دردش بیشتر بود عوامل بپرس حداقل ای باید برعکس میکرد اپیل شد یا ابوالفضل برو بیا بالا کثافت فشارم افتاد برو بیا بالا خوبه دیگه همین 2 تا بود دیگه بیا بالا خوب شد دیگه بام سراخ شد چقدر مو داری من میخوام شاشوخی بدم تو غلط کردی شاشوخی منو بیارید آخه شاشوخی نداریم دیگه اوکی همین تمومش کنیم ما موافقیم خفه شو شاشوخی آقا بیخیال شو شاشوخی منو بدید بعد میخوام جلو خودت نتونی نگه داری تو کلیپ 2 نفرن نفر پشتیار حواست باشه صدایت مالای بچگیمه صدام کن شیک میزنه یارو شاشوخی وای آیتما شو یادتونه اینجوری میکرد ببخشید اینو زحمت بکشید بدید لباس داخل دستت باشه اجازه بدید چته؟ اجازه بدید بابا ارث پدرتو نخوردم که اجازه بدید نه وایسا یکی نه وایسا تو چیکار داری به تو چه خدا رو شکر ببخشید میونه کلامتون یخا رو که ریختم تو لباست شما اینو سر میکشید و تا من اینا رو نکندم شما به خوردن این ادامه میدید تو خیلی نامردی تو به کی رفتی؟ ام جی تو به کی رفتی؟ ام جی تو مسلمون نیستی وایسا الان خیلی گرمه یهو سنکوب میکنم میفتم رو دست تو من گفتم اول ویدیو هم گفتم ما رو عقرب نزنه حالا هست حالا آماده ای؟ اینو میل کنید بس دیگه خوردی و نه چی شد؟ چی بالا آوردی؟ اینقدر داغود نفهمید دستشو کندم پاشو فهمید سنسوراش خراب شده دیگه آب بخور برو آب بخور اگه دوست داری از این مدل ویدیوها با یوتیوبرهای دیگه هم بگیرید حتما کامنت بنویسید برامون خداحافظ